محمد علی فروغی ملقب به زکالملک، محقق، نویسنده، تاریخدان و سیاستمدار ایرانی. فروغی فراوان در زمینه شاهنامه و تاریخ باستانی ایران پژوهش کرده است. کتاب‌های فراوان نوشته که من یک پاراگراف کوچک از یکی از نوشته‌های او رو که درباره هویت و رفتار ایرانیان باستان است براتون میخوانم. قوم ایرانی هر وقت شوکت و سیادت داشته، قدرت خود را برای استقرار امنیت و آسایش و رفاه مردم به کار برده. اقوام زیر دست خیش را به ملاطفت و رأفت اداره کرده، مزاحم آداب و رسوم و زبان و خصوصیات قومیت آنها نشده. هرگز به هدم و تخریب آبادی ها و قتل عام نفوس نپرداخته و با آنکه از طرف دشمنان مکرر با بلیات و قتل و چپاول گرفتار گردیده، هنگام قدرت در صدد تلافی بر نیامده است. پیش باستانی ما ویرانی و درندگی را مانند بیماری و تاریکی از آثار شیطان و اهرمن خوانده و ایجاد وسایل آبادی و روشنایی و تندرستی را مایه تقرب یزدان دانسته است. در تمام دوره 3000 ساله تاریخ ما، از صاحبان شوکت، آنهایی که ایرانی حقیقی بودند، نام خود را به عملیاتی مانند فجایع آشوریان، بابلیان، چنگیزیان، تیموریان و امثال آنها ننگین و ملبس ننمودند. آزار و اذیت و قتل و غارت و ویرانی و تعصب جاهلانه در مملکت ایران کمتر وقتی از خود ایرانیان ناشی شده است. غالباً عمل خارجیان یا از تأثیر نفوذ ایشان بوده است. ایرانیان مانند یونانیان و رومیان زیر دستان خود را بنده و عبید نساخته و زحمات زندگانی خود را بر دوش آنها بار نکرده و بزرگان و سلاطین ایران هیچ وقت مانند رومیان برای تفنن و تفریح خاطر اسرا را با یکدیگر یا با شیر و پلنگ و ببر به جنگ نینداختند. دولت‌های ایرانی هرگز مانند اسپانیولی ها طرد و تبعید چند هزار نفر مردم بی آزار را به جرم اختلاف دین و مذهب روا نداشته، بلکه خارجیان را به مملکت خود دعوت نمودند. رفتار سلاطین صفویه با ارامنه نمونه ای از این شیوه و طریقه است و دست یافتن کوروش شاهنشاه ایران بر بابل بشارت آزادی قوم یهود از اسارت 70 ساله بوده است.
هر یک از این ادوار شوکت و سلطنت ایرانی را که بنگریم میبینیم در آن دوره آثار و خصایص انسانیت از علم و حکمت و شعر و ادب و زراعت، تجارت، صناعت و کلیه لوازم مدنیت رونق و رواج داشته است. ایرانی ها خود رأساً به آن امور اشتغال می‌ورزیدند. بیگانگان را هم در این راه تشویق و ترغیب و تقویت و حمایت می‌نمودند. داراها و اردشیرهای ما دانشمندان و حکمای یونان و غیره را به دربار خود دعوت می‌کردند و فلاسفه و علمایی که از وطن خود طرد و تبعید می‌گردیدند در نزد اکاسره به مهربانی پذیرفته می‌شدند و در دارالعلوم ها به مطالعات و عملیات علمی اشتغال می‌ورزید. محمد علی